نیروهای عراقی عملیات در قسمت غربی شهر موصل را شروع کردند. طبق گزارش تلویزیون دولتی عراق، فرودگاه موصل به تصرف نیروهای دولتی گذشته است. به قول فرماندهان عراقی، نیروهای گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در فرودگاه کمین گرفته بودند. آنها افزودند در این عملیات ائتلاف بین المللی زیر رهبری امریکا کمک می‌رساند. تلویزیون لبنانی یک چرخبال را نمایش داد که بنای اساسی فرودگاه را تیرباران می‌کرد. در خبرها همچنان گفته می شود واحدهای ضد تروریستی عراق به پایگاه نظامی غزلانی تحت تصرف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی رسیدند. مقامداران عراقی میگویند از روز 19 فوریه به این طرف 120 کیلومتر مربع بخش غربی موصل اشغال شده است. در قسمت غربی موصل که حاضر به صحنه برخوردها تبدیل شده است، تخمینا 750,000 نفر اقامت دارند. فرماندهان نیروی عکس‌العمل سریع میگویند روز پنجشنبه دهه سحرمان از دهشت‌افکنان پاککاری شد. با هدف سوس نمودن سرعت پیشرفت نیروهای دولتی عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی پل را در راه به فرودگاه ترکاندند. فرماندهان عراقی تاکید میکنند که مقاومت سلاح به دستان دهشت‌افکن ضعیف است. الان تبدا تطهير المنطقه واحنا راح نباشر دخول المطار. المنفذ الوحيد اللي يعني راح تعبر عليه القطعات ان شاء الله الجهد الهندسي باشر باتجاهها. راح نردم القنطره اللي تم تدميرها من قبل العناصر الارهابيه اللي تقدم القطعات باتجاه المطار، وراح نباشر ان شاء الله. اكو مقاومه ماكو مقاومه يعني؟ المقاومه قليله، العناصر الارهابيه معنوياتها معدومه، باشرت بالهروب باتجاه الطرف الجنوبي من المدينه باتجاه المناطق السكانيه، واتخذوا من السكان دروع بشري لغرض الهروب.